که در این سالها از اشتباهات مکرر رهبران خودشون آسیب دیدند. کشوری که با اون همه غنیمت‌ها، با اون همه منابع طبیعی، با اون همه ثروتی که داشت به خاک مذلت رسید که حتی نان خشک رو هم اینها به سختی به دست می‌آوردند. باید به این مسئله کشورهای دیگه هم حواسشون باشه، مخصوصا طالبان که بر اساس سلطه، بر اساس کشتار با بشکه زرد حکومت رو به دست گرفتن و هنوز هم مذهب در اونجا رسمی نیست، زبان فارسی رسمی نیست، اقلیت‌های مذهبی رو به رسمیت نمیشناسن، اونها رو مجبور میکنن به تغییر مذهب و حتی دستورهایی دادن برای اینکه کسانی که مخالف ما بودن یا مخالفت داشتن خودشون و فرزندانشون او زنانشون به عنوان برده تلقی خواهد شد. خب این افکار و اندیشه های دوره قبل از رنسانس و بردهداری کار رو به جایی نمیرسونه. اینا هم باید عبرت بگیرن. اصولا هیچ کشوری، هیچ نظامی با ظلم و ستم پایدار نخواهد ماند و فرقی نمیکنه که چه عقیده‌ای داشته باشه، عقیده‌ایشون کفری باشه یا مسلمانی باشه یا مسیحی باشه، فرقی در این جهت نداره و امیدوارم که با کشته شدن آیت الله خامنه‌ای و برخی از سران نظامی که حاکم هست یک تجدید نظری بکنند و زودتر تسلیم بشن یا زودتر به سر عقل بیان و تعاملات جهانی رو، قاعده بازی جهانی رو بپذیرند تا قبل از اینکه کشور به وضعیت خطرناکی برسه. هرچند من بعید میدونم که آمریکا تا این حد بگذاره که ایران همینطوری بمانه و فقط افراد و اشخاصش تبدیل بشن. من فکر میکنم اسرائیل ایران رو به سوریه دوم تبدیل خواهد کرد و جنگ‌های فرقه‌ای و تنش‌زا و کشتار آغاز خواهد شد و تجزیه رقم خواهد خورد. امیدوارم که به هر حال هر چیزی که اتفاق میفته برای مردم سودمند باشه.